سلام بچه‌ها، کلاریکس هستم و قراره توی این شورت راجع به آپدیت جدید CS به صورت خیلی دقیق اما سریع بپردازیم. پس تا آخر این شورت با من همراه باش. اولین تغییری که توی این آپدیت قراره ببینیم تغییر توی اینسپکت و ریلود گاناست که انیمیشنشون عوض شده. و اگه بخوایم چک کنیم گانی مثل AK خیلی خوشگل‌تر توی دستمون میاد و همینطور ریلودش هم تا حدودی متفاوت شده. M4 هم به همین شکل، اینم از ریلود M4 دیگه خیلی قشنگ‌تر شده که اگه بخوایم چکش کنیم به این شکل توی دست میاد و به این شکل هم ریلود میشه. پیستول ها هم اکثرا تغییراتی توی انیمیشنشون هست که این گلاک هستش و اینم ریلود گلاک و همینطور 57 و همینطور 250. از نظر من انیمیشن ها خیلی بهتر شدن. تغییرات فقط برای انیمیشن ها نبودن، همونطور که میبینید تغییراتی توی مپ اینفرنو ایجاد شده که توی قسمت کافی دیواری اضافه شده و بالای این دیوار ما میتونیم 3 تا پنجره باز شده ببینیم که خود شما میتونید برای انداختن یوتیلیتی ها ازش استفاده کنید که میتونید بمب ساید بی رو توی قسمت دیفالت مولوتوف کنید و همینطور توی قسمت بنانا ما روشن شدن بنانا رو میبینیم به خاطر باز شدن سقف و اینجوری سایه ها کمتر شدن توی قسمت بنانا و شما میتونید ازش استفاده بکنید. مپ بعدی مپ ترینه که چند تا باکس بهش اضافه شده. باکس اول توی قسمت ساید A هستش که شما میتونید انگل جدیدی رو مشاهده بکنید. توی ساید B 2 تا باکس اضافه شده. یکی سمت کانکتوره که شما میتونید اینجوری خط شورت و لانگ رو داشته باشه و انگل خیلی راحت تری رو برای سیتی ایجاد کرده. و همینطور یه باکس جدید توی این قسمت از مپ توی B ساید که شما میتونید توی این قسمت انگل خودتون رو داشته باشید. مپ بعدی مپ اوورپس که جدا از نورپردازی که روش انجام شده زاویه دید تراک هم عوض شده که از این قسمت یعنی سیتی شما میبینید که زاویه دید کاملا عوض شده و همینطور از قسمت ترور هم به همین شکل هستش. از مرغای بازی نگذاریم که انیمیشن مرغ‌ها آپدیت شده و تغییراتی توش ایجاد شده. این بود از مهمترین تغییرات توی آپدیت جدید CS. اگر این ویدیو واسط آموزنده بود و دوستش داشتی حتما دکمه سابسکرایب رو بزن و اگه دوست داری ویدیوهای بعدی رو از دست ندی زنگوله رو فعلا